در آغاز بازی یک هفته نو برای شما درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو آزادی در پراگ. امروز 28 سپتامبر و ساعت به وقت اینجا 7 صبح است. حالا فرصت است که من برای شما اخبار تاجیکستان و جهان را میگم. برای آن که روزتان را با رادیو آزادی آغاز میکنید منت داریم و رو میارم به خبرها. در نتیجه برخورد مسلحانه 27 سپتامبر میان نیروهای مسلح ارمنستان و آذربایجان کمش 23 نفر به هلاکت رسیدند. جانب ارمنستان میگوید در منطقه قره‌باغ کوهی 16 سرباز و افسر کشته شدند و 100 نفر مجروح گردند. فعالان حقوق بشر ارمنستان قبلا گفته بودند که در این برخورد یک زن و کودک به هلاکت رسیدند. آذربایجان میگوید بر اثر تیرپرانی طرف ارمنستان 5 عضو یک عائله به هلاکت رسیدند. 19 کسی دیگر مجروح گردیدند و در شفاخانه قرار دارند. با آغاز تنش ایالات متحده آمریکا، روسیه و ممالک دیگر تلاش‌های دیپلماتی برای توقف برخوردها را شروع نمودند. تفصیلات در گزارش همکاران ما. در پی برخوردهای خونین در منطقه مورد بحث قره‌باغ کوهی، آذربایجان و ارمنستان حالت حربی اعلام کردند. 27 سپتامبر نیروهای مسلح دو کشور همزمان با زدوخوردهای وزنین درباره تلفات گزارش دادند. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان ابراز داشت که در کشور حالت حربی و سفربری عمومی اعلان شد. با گفت پاشینیان، آذربایجان دهات قره‌باغ کوهی و شهر استپاناکرت مرکز استان را از توپخانه و هوا آتشباران کرد. روز یکشنبه پارلمانت آذربایجان هم حالت حربی و قیود شبگردی اعلام کرد. پرزیدنت آذربایجان ایلهام علیف پیروزی بر نیروهای ارمنی را وعده داد. در منطقه جدایخواه قره‌باغ کوهی آذربایجان اساساً ارمنی ها به سر میبرند. ارمنستان میگوید ابتدا آذربایجان دهات قره‌باغ کوهی را مورد آتش توپخانه قرار داد. آذربایجان میگوید اولین شده ارمنستان موقعهای نظامیان آذری و مکان زیست مردم آسایشته را تیرباران کرد. به قول آذربایجان عملیات نظامی بعد از آن شروع شد که ارمنستان نظامیان آذری را در خط تماس که جانب‌ها را از هم جدا می‌کند تیرباران کرد. و اکنون نظر می‌اندازیم به جدول پروازهای چارتری که امروز از روسیه به تاجیکستان به نقشه گرفته شده است. سامان ایر 4 پرواز را عملی خواهد کرد که 3 تای آن از مسکو به دوشنبه است. یک پرواز دیگر از سنت پترزبورگ به پایتخت تاجیکستان صورت می‌گیرد. به همین ترتیب تا روز 30 سپتامبر که جدول نوبتی هماهنگ شده انجام می‌یابد 11 پرواز دیگر باقی می‌ماند. یک منبع از وزارت کار خارجه تاجیکستان بعضی پلوس گفته است که مقامات تاجیک همان منتظر روزگی روسیه برای برقرار کردن پروازهای دائمی هستند، اما تا به حال جانب روسیه تصمیم خود را در این زمینه اعلان نکرده است. ولی به گفته این منبع تا برقرار شدن پروازهای مقرری تاجیکستان اجرای پروازهای چارتری را از روسیه قطع نمی‌کند. مصاحبه از پلوس افزوده است تا حل شدن مسئله پروازهای دائمی در این روزها مقامات تاجیک برای پروازهای نوی چارتری از شهرهای گوناگون روسیه به تاجیکستان درخواست ارائه خواهند کرد. احتمال می رود که ماه آینده نسبت ماه سپتامبر پروازهای چارتری بیشتر شوند. مسئولان سفارت تاجیکستان در روسیه آخر همین هفته گفتند تا این دم بیش از 45,000 شهروند کشور به وطن برگشتند. ضمناً سفارت تاجیکستان در روسیه روز 26 سپتامبر تصدیق کرد که یک کارمندش را در داخل بینای سفارت زدند. مسئولان سفارت در بیانیه رسمی گفتند این حادثه هنگام قبول عریضه‌های شهروندان برای بررسی و شامل کردن آنها برای خط طلبکاران بازگشت به وطن اتفاق افتاد. در نتیجه به اطلاع رسمی کارمند سفارت جراحت جسمانی برداشته است. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که شهروند 37 ساله تاجیکستان 2 کارمند سفارت را زده است. خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منابعش نوشت که کارمندان سفارت را برای دغلی لطوکوب کردند. سفارت تاجیکستان باشد این فرضیه را به اساس شمرد. وزارت کار خارجه ایران به پخش فیلم خیانت در تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان شدیداً اعتراض کرده است. این وزارت با نشر اظهارات رسمی در سامانه‌اش گفت روز 25 سپتامبر سفیر تاجیکستان را در تهران احضار کرده و اعتراضش را نسبت به اتهامات بی اساسی واریده و رفتار غیر مسئولانه تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان بیان نمود. مقامات تاجیکستان هنوز این مسئله را توضیح ندادند. فیلم خیانت عبارت از چند قسم توسط تلویزیون‌های دولتی تاجیکستان
نمایش داده شده در آن بارها به کشوری به ما معلوم اشاره شده است. وزارت امور خارجه ایران در خبر رسمیش گفته است جمهوری اسلامی خواهان روابط دوستانه، برادرانه و مبتنی بر احترام متقابل با تاجیکستان است. اما ادامه یافتن این گونه رفتارها از سوی دولت آن کشور خلاف قاعده روابط دوستانه بوده. دولت تاجیکستان باید به تبعات چنین رفتارهای توجه داشته باشد. 27 سентябр پلیس بلاروس 10 نفر را بازداشت نموده با استفاده از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های صدایی جمع‌آمدی مخالفین الکساندر لوکاشنکو را پراکنده کرد. در شهر مینسک کمش 100,000 نفر در روز پنجم مخالفت با پرچم‌های سفید و سرخ راهپیمایی نمودند. مخالفین در مینسک لوکاشنکو را فاشیست عنوان دادند زیرا او تقاضاهای مخالفین را نادیده گرفته اعتراضها را بی‌رحمانه پخش می‌کند. وزارت امور داخلی بلاروس اعتراف کرد است که در سراسر کشور نزدیک به 200 نفر را بازداشت نموده است. گروه حامی حقوق بشر با نام ویسنا در گزارش اخیرش نوشته است که روز یکشنبه دست کم 341 نفر دستگیر کردند که در این بارش معلوم میتونید گزارش را تماشا کنید. روز یکشنبه پلیس بلاروس در شهر مینسک 10 اعتراضگر را بازداشت نمود. در شهر حامل باشد پلیس بر ضد مخالفین الکساندر لوکاشنکو از گاز اشک‌آور استفاده برد. حامل قرارگاه مخالفین لوکاشنکو به شمار می رود. لوکاشنکو ادعا دارد که در انتخابات پرزیدنتی 9 اوگوست او پیروزی نظررس به دست آورده است، ولی مخالفین پیروزی لوکاشنکو را قبول ندارند و 50 روز این جانب گردهمایی‌های اعتراضی تشکیل می کنند. 23 سентябр در یک جمع‌آمد پنهانی لوکاشنکو سوگند یاد کرد. اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا اظهار نمودند که لوکاشنکو را پرزیدنت قانونی بلاروس نمی‌شمارند. سخنگوی اداره امور داخلی ولایت حامل میگوید بعضی اعتراضگران رفتار غیر قابل قبول داشتند و از این رو در مقابل آنها از نارنجک‌های صدایی و گاز اشک‌آور استفاده برده شد. این نویدی بمدادی رادیو آزادی است. دیروز صدها نفر با نشان اعتراض در شهر بیشکک راهپیمایی دایر نمودند. آنها بعد از آن به کوچه برآمدند که در یک نوار ویدیو سیاستمدار معروف این کشور پیشنهاد کرد که این جمهوری سابق شوروی صاحب استقلالیت را بازنگری کند. قرغیزستان به انتخابات پارلمانتی 4 اکتبر آمادگی میگیرد. در نوار ویدیو که نشر شده است مراد امونقولوف پیشوای حزب بیرمیدی که طرفدار حکومت میگوید تاریخ 30 ساله مستقلیت گواه از آن است که قرغیزستان باید به خانه‌اش برگردد. او اضافه کرده است که اتحاد اقتصادی اوراسیا که در آن ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، روسیه و قرغیزستان عضویت دارند باید کشور یگانه باشد. اعتراضگران طلب کردند که امونقولوف و حزبش از شرکت در انتخابات محروم شوند. گفته می شود که امونقولوف این سخنان را سال روان در یک ملاقات با سیاستمداران روس ابراز داشته است. امونقولوف نوار ویدیو را اغوا نامیده تاکید کرده است که سخنهای او تحریف کرده شدند. سفارت آمریکا در دوشنبه برای مقابله با بیماری کرونا ویروسی نو به گارد ملی تاجیکستان 169,000 سومانی مدل تقریبا 17,000 دلار یاری کرد. دفتر مطبوعات سفارت روز 25 سентябр نوشت یاری‌ها از وسایل محافظتی از جمله نقاب طبی و عینک و حرارت سنج و معلول‌های بهداشتی عبارت است. جان مارک پومیرشایم سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت حکومت ایالات متحده و مردم آمریکا برای مقابله با کووید 19 به تاجیکستان با مبلغ بیش از 5 میلیون دلار کمک کردند. و در لهستان یک سازمان دفاع از حقوق انسان را تأسیس دادند که به نام وکیل زندانی تاجیک بزرگمیر یوروف گذاشته شده است. جمشید یوروف برادر بزرگمیر یوروف به رادیو آزادی گفت در هیئت سازمان 10 نفر هستند و به مسئله محبوسان سیاسی و سرنوشت محبوسان به اصطلاح وجدان از جمله خبرنگار زندانی دلیر شریفوف مشغول خواهند شد. یوروف افزود بنیاد بزرگمیر در نظر دارد در آینده نه تنها کمک حقوقی کند بلکه به نزدیکان محبوسان به گفته او سیاسی یاری مادی رساند. یادآور میشوم که بزرگمیر یوروف را ماه اکتبر سال 2016 با گناه‌های دعوت عمومی به تغییر حکومت، ساختکاری سند و قلابی در تاجیکستان به 23 سال زندان محکوم کردند. دادگاه بعداً به حکم او برای تحقیر نماینده حکومت و پرزیدنت 5 سال دیگر اضافه نمود. سال گذشته بر اساس قانون عفو حکم بزرگمیر یوروف را 6 سال کم نمودند.
و امروز 28 سپتامبر قربی اسعار خارجی از جانب بانک ملی تاجیکستان چنین تعیین شده است. $1.32 درهم است، 1 یورو 12.1 درهم ارزش دارد. قربی روبل روسی نسبت آخر هفته گذشته باز پایین‌تر آمده، 1000 روبل 132.40 درهم قرار گرفته است. این چند خبر تازه بود که در صبح براق به شما گفتم. با خبرهای بیشتر 3 ساعت پس شما را در همین جا منتظرم. روزی خوب و با قرار داشته باشید. سپاس که با ما هستید.